تا حالا فکر کردین که زنهای ایران باستان چطور زندگی رو جشن می گرفتن؟ این صحنه رو تصور کنین. هزاران سال پیش، قبل از اینکه امپراتوری ها بیان رو برن، زنها توی ایران زیر آسمون پرستاره می رقصیدن. حرکت هاشون فقط برای سرگرمی نبود. اونا مراسم مذهبی بودن، دعا بودن، حتی کارهایی برای مقاومت بودن. تصور کنین صدای خشخش دامنهای ابریشمی، در خشش سکه ها روی لباس هاشون و تنین ضربه های دف که توی حیاط می پیچید. هر حرکت معنی خاصی داشت. یه داستان، یه دعا، یه آرزو برای آینده. این رقص ها از مادر به دختر منتقل میشن. یه زبون که با امید و میراث بافته شده بود. اما در طول قرنها خیلی از این سنت ها کمرنگ شدن، توی سایه های تاریخ گم شدن. با این حال تکه های از اونا باقی مونده. توی شعرهای قدیمی، روی سفالهای کهنه، توی ریتم رقصهای محلی که حاضر نیستن ناپدید بشن. وقتی من امروز این حرکت ها رو میبینم، حس میکنم به نسلی از قدرت و ظرافت وصل شدم. پس دفعه بعدی که یه رقص ایرانی رو دیدین، یادتون باشه شما دارین شاهد میراثی هستین که هزاران سال قدمت داره. این فقط یه اجرا نیست. این یه سفر به گذشته است. یه پژواک از زنهایی که روح ایران رو شکل دادن. کنجکاو بمونین و به رقصیدن توی تاریخ ادامه بدین.